کل مساحت این ترمینال بزرگ که جور شده چقدر مساحت داره؟ 1000 جریب مساحت داره کل. بودجه مد نظر گرفته شده؟ دا پروژه تقریبا د 1400 میلیون افغانی په ارزښت باندې یک فاز اول از تقریبا به اندازه 75% پیش رفته کارشان. این آهن از افغانستانه؟ بله این ملکیت از شرکت هایی که داخل خود افغانستان بخصوص به هرات به شرک صنعتی ملکیت تولید میشه اینجا. همراهان نازنینم سلام. امروز با همکاران آمدیم به بزرگترین و جدیدترین ترمینال هرات که در میانه دروازه عمومی شهر هرات و میدان بین المللی هوایی قرار داریم. بریم ببینیم که داخل از این ترمینال جدید چی امکاناتی وجود داره و چگونه فضایه و از نزدیک ببینیم. همراه باشین. همراهان عزیز، طبقی که در تصویر میبینین کار به شدت جریان داره و همه مصروفن و یک چیزی که در داخل از این ترمینال توجه مرا بسیار زیاد جلب کرد اینه که در داخل از این ترمینال همه امکانات مد نظر گرفته شده، از قبیل مسجد، فروشگاه، دفتر و یک سایه کاملا وسیع در نظر گرفته شده، یعنی چیزی از قید قلم نمونده. بسیار عالیه و کوشش میکنیم ذره به ذره همه از رو به تصویر بکشین. همراه باشین. سلام، وقت بخیر. سلام، وقت شما بخیر. خوبین؟ سلامت ان شاء الله. اسم شما؟ عبدالقسیم. چقدر خوشحالین که ترمینال به بزرگی در هرات جور شده؟ خیلی بسیار خوشحالیم که همچون ترمینال همچون کار در افغانستان بخصوص در هرات ایجاد شده و تعداد زیادی از همشهریامون مشغول به کار هستن اینجا. خیلی خوب. یکی از دیدگاه که مردم مشغول کار شده و یکی همی که بیروباره که داخل شهر بود. بله بیروبار داخل شهر ازدحام کمتر میشه، از حادثات ترافیکی هم جلوگیری خیلی جلوگیری به عمل میاد. خیلی خوب. ما مختص میرم روی کاری که شما میکنیم. این آهن از افغانستانه؟ بله این ملکیت از شرکت هایی که داخل خود افغانستان بخصوص به هرات به شرک صنعتی ملکیت تولید میشه اینجا. از چی همی مثلا مشخصات همی ملکیت چیه که میاله شما استفاده؟ مشخصات ملکیت از افغان فولاد فرق نمیکنه، افغان فولاد، کابل فولاد، هر دو شرکت بزرگا ما ملکیت کار میکنه و یکی دیگه کیفیت عالی داره و از ملکیتایی که سابق از ایران میامد، از یک کشور میامد، خیلی کیفیت بالاتره. خیلی خوب. به نظر شما تمام کارهایی که در داخل از ترمینال صورت میگیره از هر نگاهی با استانداردهای جهانی هست؟ 100% ما بله با استانداردهای جهانی ما انجینرای داریم که از طرف وزارت ترانسپورت اینجا سرپرستی کار میکنم. خیلی از اینا رزیم و یک پروژه عالی، یک پروژه که تعداد زیادی تقریبا روزانه 200-300 نفر اینجا مشغول به کار هستن. به نظر شما کار به این شدتی که اکنون جریان داره چقدر زمان میبره که کاملا تکمیل بشه؟ والله چیزی گفته نمیتونیم، امکان داره تا 6 ماه 1 سال دیگه کار ان شاء الله 100% تکمیل شه. خیلی خوب باشه. زنده باشه. تشکر. همراه باشید. بیننده عزیز، در گوشه از ترمینال قرار داریم و طبقی که در تصویر میبینین طبقه بعضی از ساختمان ها رخ شده و به طبقه دوم رفتن و همچنان در روبروی ما که هسته طبقه اول دیگه در حال رخت و فکر کنم همون چوبا اینا دیگه هنوز خطا ندادن و هم در حال تکمیل شدن. همراهان نازنین، طبق معلوماتی که گرفتم قراره بعد از ختم پروژه که طبقه دوم هم تکمیل شود کلا سقف از راهروها پوشیده شود و در
راهروها، در وسط راهروها آبشار باشه و گل و گلکاری باشه، بسیار تر و تمیز و منظم قرار اینجا جور شود. بیننده‌های عزیز، صحنه ترمینال جدید هرات آنقدر وسیع است که هرچی میریم تمامی نداره. ما در روبروی ما دقیقاً دو تا انجینر میبینم که در حال تشریح و توضیح به هم دیگر هستن. بریم یک سلام علیک داشته باشیم و دیدگاه از اینان هم در ارتباط به این کار داشته باشیم، ببینیم که هستن با ما مسابقه میکنن. سلام. تو وسط نبود فعلا اینجا ناس پول گیت. سلام. سلام. وقت شما بخیر. خوبین؟ صحت خوب؟ چلا بخیرین؟ صحت خوب؟ ما دیگه قضاوت کردم پیشتر به بیننده ها گفتم که احتمال داره اینا انجینر باشن و همراه هم مشوره میکنن. درست گفتم نه؟ بله. قربان شما. اسم شما؟ عبدالکریم محمدی است. و شما؟ سید ولی رسولی. خوشحال شدم دیدن شما. در کل دیدگاه عمومی خود در ارتباط به این اقدام بزرگ و یک پروژه واقعا ملی و بزرگه، یعنی چی حسی دارین به عنوان یک شهروند؟ به عنوان یک شهروند، به عنوان یک انجینری که است، یک پروژه بین‌المللی ملی است. نه از طرف وزارت ترانسپورت و ناوردی ساخته میشه. دیگه بعضی تاجرای داریم سرمایه‌گذاری هستند که برای فلان سرمایه‌گذاری کردن را جور میکنه به اینجا. اگر در مسیر در کلا در کار کدام خطای رخ بده، اشتباهی باشه، جابجا و اشتباه گرفته میشه؟ 100%. اتفاقا الان بحث ما سر همین تغییرات و جابجایی بود که داشتیم اصلاح میکردیم که خیلی از بچه‌ها این مشکلات برنه پیش نیاد و هر چیزی هم که اینجا انجام میشه قبلا بررسی شده، انجینری شده، روش کار شده و محاسبه شده، بعد از او روی این کار انجام میشه. تماما طبق استانداردهای بین‌المللی داره اجرا میشه. به نظر شما کل از این پروژه چی وقت تمام خواهد شد؟ این بسته به شرایط داره، ولی ان تا 7-8 ماه دیگه یا شاید هم 1 سال دیگه کاملا تکمیل میشه. بسته فاز کار میشه. هر فاز از بعد 1 سال تکمیل میشد. دیگه اینالی 3 سال کار میشه بسته فاز. یک فاز اول از تقریبا به اندازه 75% پیش رفته کارشان. یک قسم شده که از فاز دوم سوم هم چرا که ضرورت بود ما اینجا کار کردیم. اگر مثلا ما فاز دوم سوم کار نمیکردیم برای فعلا آماده میشد، برای اومدن مثلا موتورهای مسافربری می اومدن و اون اساس پس کارای ما جریان داره. خیلی خوب. فاز دوم سوم هم اینجا کار شده. قربان شما. بیشتر موادی که شما از اینجا استفاده میکنیم تولیدی وطنه؟ بالغ به 99% بله. 99%. و کیفیت کار کاملا عالیه. تمام استاندارد شدن. به آزمایشگاه وجود داره، دستگاه تست فشار وجود داره که نسبت به هر میلگرد یا به هر نسبت به هر سیمانی که وجود داره، نسبت به هر لوله‌ای که استفاده میشه، میزان و بار و استانداردش تعیین میشه. خدا قوت بده. سلامت باشید. زنده باشید. خدا نگهدار. شکر. سلام. خیر باشید. همراه باشید. سه پرسش اساسی دارم که کلگی منتظر جواب از اونها هست. ما در کنار ما دو دونه انجینر همینجا همین اکنون قرار دارن و من میرم این دو سوال از اینا، سه سوال از اینا مطرح میکنم. السلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام علیکم. بخیر. چلا بخیرین انجینر صاحب محترم، خوبین؟ صحت خوب ان شاء الله. قربان شما. یک معرفی کوتاه. انجینر عبدالخالق احمدی هستم، یک از انجینرهای از پروژه ترمینال بین‌المللی هرات. خدمت شما. خوشحال و شما انجینر صاحب؟ سلام علیکم. انجینر روح الله ریحان د ترانسپورت وزارت د حفظ و مراقبت انجینر. خیر اوسید. در کل مساحتی این ترمینال بزرگ که جور شده چقدر مساحت داره؟ 1000 جریب مساحت داره کل ترمینال. 1000 جریب؟ بله. خب فیکس 1000 جریب. خیلی خوب. انجینر صاحب با ارزش چقدر این پروژه بودجه مد نظر گرفته شده؟ دا پروژه تقریبا د 1400 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې شخصي سرمایه گذاری کیږي د شخصي سرمایه‌داران لخوا. خیلی خوب. در 1000 جریب 1400 میلیون افغانی، درست؟ بودجه تجاری ملی. از بودجه تجاری ملی.
در کل با این وسعت زمین و با این بودجه بزرگ چقدر پرسنل اینجا کار میکنن؟ پرسنل در حال حاضر به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا 400 نفر کار میکنن. خیلی ممنون. تشکر. بخیر باشین. همراهان عزیز، سوالاتی که من میخواستم پاسخ گرفتم و واقعا یک پروژه کاملا بزرگه. همراه ما باشین تا بخش های بعدی را به تصویر بکشیم. همراهان عزیز، در قسمت دیگری از ترمینال طبقی که در تصویر میبینین مسجد جامع بزرگی هم جور شده، جایی که تمام اشخاصی که در ترمینال مراجعه میکنن اینجا نماز برگزار میشه و کار از این هم در حال انجام و شدیداً دارن کار میکنن. قسمتی روبروی ما که هست عزیزان ما در حال کار کردنن و دیوار سیمان میزنن و کار جریان داره. استاد خسته نباشین. چه احوال؟ بخیرین؟ صحت خوب انشالله؟ خدا قوت. بخیرین؟ صحت خوب؟ مسجد درسته؟ بله مسجد. اشتباه نکردم، دقیقاً همین مسجده. چی رقم کار ازی تا کجا رسیده؟ کار ازی دیگه همین سیمون کاری و نرم کشی مانده دیگه تکمیل شده؟ بله دیگه در پنجرهش آماده، فقط نمی چی کنیم؟ همین سیمون زنی و نرم کشی که بشه ان شاء الله تمام. خدا قوت بده. بخیر باشین. همراه باشین. این مسجد طبق شما تصویر می‌بینید بسیار مسجد کلانی جور شده و دارن کار میکنن. همراهان نازنین، همین اکنون در صحن عمومی ترمینال جدید هرات قرار دارم. در کل تصاویری که قبلا با شما نمایش دادیم اینا ساختمان هایی بود که در وسعتی در میانی این ترمینال جور میشه، دفتر و مسجد و بالاخره فروشگاه و دفترهای تمام شرکت های ترانسپورتی، ولی در چهار اطرافی از این یک میدان بسیار بسیار کلانیه که قرار توقفگاه موترها باشه. طبقی که در تصویر میبینین دیواری اولی از که هسته از کنار سرک عمومی شاهرهای هرات کابل و یا همو کابل قندهار شروع شده و در کل بسیار یک میدان بزرگی برای از این ترمینال مد نظر گرفتن. همراهان نازنین، در قسمت پایانی گزارش قرار دارم و به عنوان یک شهروند واقعا بی نهایت خوشحالم که چنین اقدام و چنین پروژه بزرگی در هرات ایجاد شده و دارن کار میکنن. این بود گزارش ما، تا برنامه بعدی بدرود.